بچه ها امروز آمدم کنار یک نفری که اصلا نمیدونم تا حالا خیلی دوست داشتم کنار یه آقا باشم و الان در خدمت شما هستم مستر دنیل. مستر دنیل سلام. مستر دنیل اینجا کجاست؟ من اهل پرو هستم. من اهل مشهد نه. میگن من اهل پرو هستم. من اینجا کجا؟ اینجا مشهد. خیلی خوبه آقا. یک خارجی یک اصلا توی ایران خود ما یک خارجی ببینی خیلی لذت داره. اینا فکر میکنن ماها مهمون نواز نیستیم ولی ما خیلی مهمون نوازه. قربونت برو نمیفهمه چی میگم ما اصلا. دیگه بسه دنیل خیلی هپی خوشحال. هپی من هپی شما هپی. هپی